سلام بینندگان تلویزیون آسیای مرکزی، اینک برنامه لحظه حقیقت خدمت شماست. چندی قبل از جمهوری اسلامی ایران یک هیئت برای شرکت در جلسه عضو کشورهای تشکیلات شانگهای، هیئت از ریاست صدای سیمای این کشورها به شهر عاصمه شهر مسکو شدند و اینک ما از آقای اخگری معاون برون‌مرزی ریاست صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران که امروز مهمان ماست صحبت خواهیم کرد. استاد سلام علیکم. سلام علیکم. خب منظور از آمدن از جمهوری اسلامی ایران به روسیه برای چی بود؟ بله، خب همون گونه که شما اطلاع دارید، شورای کشورهای عضو شانگهای در حوزه‌های اقتصادی فعالیت‌های خوبی رو در سال‌های اخیر انجام دادن. نشست‌های خیلی خوبی در این حوزه انجام شده. قرار بر این بود که در حوزه رسانه‌ای هم این کشورها با هم همکاری‌هایی رو داشته باشن. به همین مناسبت خب از طرف ریاست شورا که در حال حاضر بر عهده فدراسیون روسیه هست دعوت شد و بنده هم به نمایندگی از سازمان صدا و سیما در این جلسه شرکت کردم که به نظرم جلسه خیلی خوب و جو بسیار خوبی میان اعضا و همکاران رسانه‌ای ما در این کشورها حاکم بود و امیدواریم که بتونه این همکاری‌ها گسترش پیدا کنه. شرکت شما در این جلسه نشانه خوبی است. یعنی قبلا هم جمهوری اسلامی ایران، هم کشورهای دیگر مثل پاکستان و هندوستان خواهش ورود شدن به تشکیلات شانگهای داشتن. خب چی یافتید اینجا بیشتر و خوبتر برای پیوسته شدن در آینده برای عضویت شانگهای؟ اصلا برای اون هم کسبایی که امروز هم راشون صحبت کردید یه پیوستگی پیدا بود؟ بله، موضوعی که البته من در کنفرانس ارائه دادم همین موضوع بود، یعنی هم‌افزایی رسانه‌ای میان کشورهای عضو شانگهای. علتش این هست که ما در حوزه رسانه در دنیای امروز یک جریان حاکم داریم، در اصطلاح انگلیسی بهش میگن مینستریم. در این جریان حاکم رسانه‌ای ما شاهد هستیم که اخباری یکسویه و یک طرفه راجع به برخی از کشورها گزارش میشه. از سوی دیگر امروز با توجه به شرایط رسانه‌ای که در جهان حاکم هست، ما شاهد یک مدل نوعی از رسانه‌ها هستیم. یعنی ما امروز با رسانه نو روبرو هستیم. رسانه نو یا نیو مدیا رسانه‌ای است که در بستر دیجیتال شکل میگیره، یعنی در بستر 0 و 1. تفاوت وبکست یا پخش از طریق وب و اینترنت با پخش از طریق برودکست این هست که در برودکست ما با مس مدیا روبرو هستیم، یعنی یک رسانه جمعی، گروهی از تهیه کنندگان برای تعداد دیگه‌ای برنامه پخش میکنن. اما در دنیای دیجیتال به خاطر 0 و 1 بودن حالت تعاملی یا اینتراکتیو وجود داره و یک دانشمند آلمانی جمله خوبی گفته بود که دنیای بیت از دنیای اتم پیشرفته تره، به خاطر اینکه بیت وزن ندارد پس سبک است و بیت قیمت ندارد یعنی ارزان است. دنیای رسانه نو یک دنیای رسانه ارزان و بدون قیمته و وزنم نداره، یعنی زمان این وزن نداشتن از لحاظ فلسفی یعنی زمان بی زمان و مکان بی مکان. خب اگر ما در منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم با همسایگانمان مثل افغانستان، مثل فدراسیون روسیه، مثل قزاقستان، مثل ازبکستان، مثل ترکمنستان و همه کشورها، تاجیکستان، همه کشورهایی که به هر حال در این منطقه با هم حسن همجواری داریم و داریم زندگی میکنیم، اگر امنیت برای کشورهای خودمون بخوایم
به تبع باید در مقابل این جریان رسانه‌ای ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. باید روشنگری ایجاد بکنیم، باید مردم کشورها رو نسبت به خطرات اینچنینی به اصطلاح آگاه بکنیم. پس لازمه که باید با همدیگه همگرایی و همافزایی داشته باشیم. آیا امروز در این نمایشی هم که بود و در علاهیدگی جمهوری اسلامی ایران چون یک رسانه خیلی نیرومندی دارد، در مقابل به این اشاره که شما کردید هدف‌های دارید یا که کار پیش می‌رود؟ بله. در خوشبختانه من یه توضیحی راجع به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بدهم. خب ما شبکه‌های استانی داریم در ایران که هر یک از استان‌ها هم رادیو دارن هم تلویزیون دارن. بعضی از شهرها حتی ما رادیوی شهری داریم. خب شبکه‌های ملی داریم که تعدادشون زیاد هست، نزدیک به 20 شبکه، و در نهایت هم شبکه‌های برون مرزی که مسئولیت بخش برون مرزی یا ورلد سرویس با بنده هست. ما در بخش برون مرزی صدا و سیما به 31 زبان زنده دنیا برنامه رادیویی داریم. همه رادیوهای ما وبسایت دارن، همه اینها تو حوزه سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. 12 کانال تلویزیونی داریم که خب کانال تلویزیونی بین المللی ما شبکه پرس تیوی هست به زبان انگلیسی که خب دیروز هم من اشاره کردم من در پاسخ به سوال یکی از دوستان که خب شبکه پرس تیوی در خط مقدم این مبارزه با این تروریسم در حوزه رسانه‌ای قرار داره. خب ما در خبرنگاران ما در شبکه پرس تیوی فعال هستند، در شبکه العالم، در سوریه، در عراق تازه ترین خبرها رو میارن، از یمن تازه ترین گزارش ها مخابره میشه، از غزه، از افغانستان، جاهایی که مواردی هست. شبکه العالم به زبان عربی، شبکه پرس تیوی به زبان انگلیسی، این دو تا شبکه خبری هستن. شبکه آی فیلم به پخش فیلم ایرانی میپردازد. یه نکته ای که حالا چون اول مصاحبه هم شما اشاره فرمودید، من این شعر بیدل به یادم آمد که گفت که بیگانگی ز مجلس میخوارگان مجوی، یاران هم پیاله به هم خویش می شوند. یعنی این خویشاوندی ما در آسیای میانه خب واقعا فرهنگ مشترک. شبکه آی فیلم ما هم به زبان فارسی داریم، هم به زبان عربی داریم، هم به زبان انگلیسی. به هر حال یکی از اتفاقاتی که متاسفانه از سوی جریان رسانه‌ای غرب اتفاق میفته این هست که فرهنگ کشورهای ما رو یا سبک زندگی یا لایف استایل زندگی ما رو عوض میکنه. به هر حال ماها ملت‌های کهن و دیرینه‌ای هستیم. من لهجه زیبا و شیرین شما رو که میشنوم مرا میبرد به گفت که صدای حرف تو انسان را عبور میدهد از کوچه باغ حکایات. یعنی آدم میره به بوی جوی مولیان آید همین. و این پیشینه و این سابقه و این فرهنگ کهن و این رسم روزگار دیرینه‌ای که میان این ملت‌ها بوده و مشترک هست، دوستی، محبت، عشق، اینها به صلح به معنای واقعی این فرهنگ رو این فرهنگ غنی رو داشته. ما باید به هر حال در رادیو تلویزیون های خودمون حواسمون باشه که فرهنگ خودمون، دیرینه خویشاوندی خودمون رو به اصطلاح حفظ بکنیم. شبکه آی فیلم یک شبکه‌ایه که خواسته سبک زندگی اسلامی رو در واقع منتقل بکنه. خب کاملا شبکه‌ای است برای خانواده، هیچ چیزی توش نداره. شبکه سحر هست که به 5 زبان اردو، آذری، کردی، بوسنی و فرانسه برنامه پخش میکنه و شبکه الکوثر هم که به زبان عربی برنامه پخش میکنه. اینها مجموعه ای از فعالیت هایی است که در قسمت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام میشه و امیدواریم که این شانگهای این فرصت رو فراهم آورد که ما در حوزه رسانه‌ای با اعضا بیشتر بتوانیم کار کنیم.
خیلی خوب. یک اشاره بون میکنم. اصلا دایم قسمت مردم اهل سیاست، مردم ژورنالیست رو به یک چگونه‌گار میکنن که اینا قبل از یک واقعیت یک اشاره به هر چیزی میکنن. چون استاد شما شرکت کردید در این جلسه، در این نشست، اصلا اشاره هست که ایران هم روزی وارد این شانگهای خواهد شد. بله همینطوره. این بحث آمده از ایران الان در واقع چند مرحله داره عضویت در شانگهای که خب الان ایران به عنوان عضو ناظر هست و مراحل به هر حال طی بشه انشاءالله که به عنوان عضو اصلی هم در شانگهای خواهد. این طرف دیگر استاد که قسمت کسبیت است. خب من مدت زیاد تاجیکستان هم فعالیت کردم، رادیو و تلویزیون اونجا، امروز اینجا هستم برای تقدیر زندگانی. برای چی کمترین تاثیرات امروز ایران یک کشور بزرگی است. تاجیکستان حدود 20 سال است که نه یک استقلالیت دارد، اصلا کشورهای آسیایی. خب ایران هزار ساله کشوری بزرگی است و تاثیرات هم فرهنگی و تاریخی و هم تاثیرات هر طرفه، مثلا از جمله صدا و سیما در بخصوص در کشور افغانستان و تاجیکستان بیشتر باشد، اما ضعیف است. برای چی؟ خب در تاجیکستان البته ما یک رادیوی تاجیکی برنامه پخش میکنیم به زبان تاجیکی. ما در مرکز خراسان رضوی یا مشهد 3 تا رادیو داریم. یکی رادیوی دری که برای افغانستان هست و 10 ساعت هست و خب فرستنده های خوبی هم در مناطق مختلف ولایات مختلف افغانستان هستند و این رو رله میکنن. همچنین رادیو تاجیکی داریم که از آزار رادیو پرطرفداری هم هست، شکر خدا. ما خیلی دوست داریم که به هر حال توسعه بدیم فعالیت‌های رسانه‌ای خودمون رو و به هر حال من با نظر شما موافقم که اینقدر این پیوند دیرینه و به اصطلاح محکم هست که شاید بضاعت ما اندک باشه، اما امیدواریم که در آینده بتونیم ان شاءالله اینها رو بیشتر توسعه. چون مولانا به ما اشاره میگه که ما برای فصل کردن اومدیم، مثلا بله احسن. هرچند که مشکلات زیاد ما وصل شدن، مقصد یک دریای آمو و افغانستان تاجیکستان را جدا میکند و شاید چند کوهستان حدود کوهستان افغانستان ایران را جدا میکنه که در گذشته یک کشور بزرگی بود. و اشاره به اون میکنم که امروز در اروپا یک کشورهای یک عضو تشکیلات اروپایی تشکیل کردن که اصلا نه فرهنگ نه زبان هیچ چیز به هم پیوستگی ندارد. پس چرا میان این کشورها باید که اصلا یک پیوستگی اطلاعاتی خوب داشته باشه؟ بله درسته. امیدواریم که در بستر همین شانگهای و البته در بسترهای جداگانه بین رسانه‌های کشورهای فارسی زبان هم این به اصطلاح پیوند و خیلی هم نیاز داریم برای این پیوند، واقعا خیلی نیاز داریم. این آقای یوری سیپک از شاگردان یان ریپکا هست. یان ریپکا رو شاید بشناسند، از محققان چک هست که یک کتاب خیلی محققانه و بسیار علمی داره به نام تاریخ ادبیات ایران. این کتاب تاریخ ادبیات ایران 3 بخش داره. یک بخشش هست تاریخ ادبیات ایران، یک بخشش هست تاریخ ادبیات تاجیکستان و یک بخشش هم هست ادبیات فولکلور ایران. من کتاب بخش ادبیات فولکلور ایران یان ریپکا رو به زبان فارسی ترجمه کردم و انتشارات سروش هم چاپ کرده، 4 بار هم در ایران تجدید چاپ شده. یوری سیپک که شاگرد یان ریپکاست، در واقع اونجا با استفاده از فولکلور، چون تولستوی اندیشمند و ادیب بزرگ روس میگه که در واقع ما فرهنگ یک ملت رو یا ریشه های یک ملت رو باید در فولکلورش پیدا بکنیم. یوری سیپک میگه که بعد از اینکه کلی مطالعه میکنه و فولکلور ایران و که کل کشورهای آسیای میانه رو با هم مقایسه میکنه، آخرش به این نتیجه میرسه که
مایه های فولکلور تمام این ملت ها با هم مشترک، یعنی ما ریشمون یکیست. بنابراین ولی خب شناخت از همدیگه نداریم. این خوب ما به عنوان کار رسانه‌ای، ما شما باید تلاش کنیم انشاءالله در آینده که این شناخت رو اضافه کنیم. این شاعر آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته، حتما اسمش رو شنیدید، شاعر بزرگ آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته عاشق حافظ شد و دیوان شرقی رو نوشت. یه شعر خیلی زیبایی داره، میگه wer sich selbst und andere kennt wird hier auch erkennen dass Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen. یعنی آن کس که خویش و دیگری را میشناسد خواهد دانست که شرق و غرب از هم جدا نیستند. گوته تازه راجع به شرق و غرب میگه اگر ما بخوایم که همدیگر رو بشناسیم اون وقت میبینیم که از هم جدا نیستیم. که آدم یاد شعر زیبای حافظ میاندازد که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. ما باید یه کاری بکنیم، جمله آخر، ما باید یه کاری بکنیم که از لحاظ رسانه‌ای حقیقت رو ببینیم. بله. این مهمه. تشکر استادی عزیز. ما خیلی خوشحالیم مثلا بخش تاجیکی که اصلا فارسی میگنش تلویزیونی آسیای مرکزی امروز با شما صحبت کرد و شما وقت خیلی قیمتونه و ما صرف کردید. اصلا گفته مردم تاجیک خویشتبار هستیم دیگه، حتما بله همینطوره. ما از درگاه خداوند بزرگوار هرچی دعا میکنیم که اون نقش‌هایی که امروز جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشرفت در سیاست بین‌الملل دارد، از جمله وارد شدن به تشکیلات شانگهای جامعه عمل پوشد، برای شما موفقیت، رشد و رواجی که آرزو دارم. خواهش می‌کنم. بنده هم برای همه شما، همه مخاطبانتون و این مصرع رودکی که ای بخارا شاد باش و شاد زی، برای همه ملت‌های آسیای میانه. اینک دوستان عزیز، من باید اشاره میکنم که امروز یک هیئت مکملی از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در مسکو قرار دارد و شرکت در جلسه رئیسان صداوسیمای عضو کشورهای شانگهای که جمهوری اسلامی ایران اونجا همچنین ناظر قرار دارد شرکت کردن و چون استاد اشاره کردن که امیدهای هستند که یک روز جمهوری اسلامی ایران هم یک عضو کامل این تشکیلات خواهد بود و ما و هیئت ایجادی که امروز اینجا است برای رشد رواج کار، برای ورود شدن به این تشکیلات برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران خواهش می‌کنیم که هرچی تیزتر وارد شود، چون پیشرفت ایران، پیشرفت تاجیکستان، پیشرفت جمهوری اسلامی افغانستان این یک پیشرفت برای یک ملت است. این بود برنامه لحظه حقیقت. خدا یار و مددگار شما باد.